توی پست قبل در مورد عینک‌های نمره منفی بالا صحبت کردیم که چه فرمی براشون مناسبه. گفتیم بهترین فریم برای اینها فرم‌هاییه که گرد باشه و سایز کوچیکی داشته باشه. حالا اگر به فرم‌های گرد علاقه نداشته باشین، یه مدل فریم دیگه هست که توی نمره‌های منفی بالا خیلی میتونه اون ضخامت رو قایم بکنه. یه همچین چیزی. فرم‌هایی که خیلی باریکن و دسته های خیلی پهنی دارن از بغل. این فریم ها معمولاً بعد از اینکه ساخته میشن ضخامت عدسی توی ضخامت فریم گم میشه. نکته: فریم مستطیلی باریکی که انتخاب میکنید حتماً باید کاوچو باشه، تا حد امکان ضخامت کاوچوش زیاد باشه و دسته های پهنی داشته باشه که از بغل ضخامت عدسی رو نشون نده. این عینک‌ها هم برای افرادی که نمره‌های منفی بالایی دارن میتونن گزینه‌های خوبی باشن.